کار مناسبی باشه، برای اینکه ما بحث‌های خیلی خوبی داشتیم. گفتم الان وقت مناسبی نیست که به ایران حمله کنی، برای اینکه اگه بتونیم که با یک سند خیلی قوی قضیه رو حل کنیم، خیلی قوی، با بازرسی، و خب من به کسی اعتماد نمی‌کنم، بحث اعتماد نیست، من به هیچ کی اعتماد نمی‌کنم، هیچ اعتماد. گفتم یه سند خیلی قوی که بتونیم با بازرسا بریم و هر چی که بخوایم برداریم، هر چی که بخوایم منهدم کنیم، ولی کسی کشته نشه. میتونیم یک لابراتوار رو منهدم کنیم، طبعا کسی توی لابراتوار نباشه، توی آزمایشگاه. در راه مختلفی از برای نابود کردن یک آزمایشگاه، ولی به بی گفتم این کار درستی نیست که الان بهش حمله کنیم، مناسب نیست، برای اینکه نزدیک هستیم به یک توافق. البته این هر لحظه میتونه تغییر کنه، میتونه با یک تماس تلفنی تغییر کنه، ولی الان فکر میکنم که اونا میخوان به توافق برسن و اگه به توافق برسیم جان خیلی ها نجات خواهد یافت. کی فکر میکنه که توافق با ایران میتونه محقق بشه؟ نمیدونم، شاید در این یکی دو هفته آینده اتفاق بیفته. Could change with a phone call, but right now I think they want to make a deal, and if we can make a deal, save a lot of lives.